میخواهم که شما در حق ما دعا کنید تا خداوند ما را صاحب فرزندهای سالم صالح بگرداند. 8 سال میشه که فرزند نداریم. خیر است همه انشالله میشه. خیلی دکتری میکنه فایده نمیکنه. بعد وقتی که رقیه شرعی میخونن همه بسیار وقتا میبینیم که چقدر کجده میپرتم بعد رقیه شرعی خوندن. کجروم؟ بله. خب الله بعد تعالی الحمدلله نماز تهجد هم میخونیم. بعد بسیاران میگن که شاید گناه بسیار به حد بسیار داری که خداوند غضبش اومده است دعا قبول نمیکنه. همین راست نه باشه؟ این گپا نادرسته. الله تعالی ببینید حضرت ایوب 18 سال بیمار شدند. همه یار و دوستا روی گردانید. 2 نفر دوستی نزدیکشان بود، اونا روی نگرداند. اونا حتی حضرت ایوب از دیه بیرون برآورده بودن به یک جای بیابان دشت تا اینکه از بویشان دیگرها اذیت نبینند. مردم الکی روی گردانده بودن از حضرت ایوب. همین 2 نفر روی نگردانید، غیر همسرشان با 2 نفر از دوستاشان روی نگردانیده بود. 18 سال همیشه عیادت میکرد، زیارت میکرد، خبر میگرفت. بعد یک روز آمد که حضرت ایوب ظاهرا خواب هستند و همسرشون نبود. بین همدیگر گفتن که این ایوب یک گناهی کرده است که الله تعالی 18 سال شد نمیبخشد. بعد حضرت ایوب سبحان الله به این قدر دردها صبر کردند، از این قدر اذیتی درد، اذیتی بیماری شکایت نکرد. باری هم از الله تعالی شفا نپرسیدن، شکر میگفتن، بلکه راضی بودن، شکری نعمت میکردن. یکی وقتی که همین 2 کس همین سخن را گفتن که ربی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، ای الله به من ضرر رسید. گفتن ضرر همین سخنی همین ها ضرر رسید. سخنی همین ها از درد 18 ساله و از نیم بود. 2 دوستی نزدیکی که همه روی گرداند و اینا روی نگردانده بودن. دوستی نزدیک وقتی که یک عذر به پیغمبر الله یافته نمیتوند، از دیگرها شما چی گمان دارید؟ اونا به پیغمبر عذر نگفتن. این مردم همین خیلی مردم، بنابراین به خاطر مردم یگون عمل کرده نمیشد، عملها را فقط خالصا لله کردند. این مردمی هستند که پیغمبرها را به قتل رسانیدند، پیغمبرها را حقارت میکنند. من مردمی حاضر هم. این مردمی هستند که گمانی بد نسبتی پیغمبرها کردند. چی جایی ما تهمت به پیغمبرها کردند، گفتند که این یک گناهی کرده است که 18 سال اینجا به الله تعالی نبخشید. حضرت ایوب گفتند که مسنی الضر و من ضرر رسید و انت ارحم الراحمین، و تو مهربان ترین مهربانان هستی. الله تعالی در حال شفا داد. بنابراین این گپای مردم خطا هست که الله تعالی از تو راضی نیست، تو را بد میبیند، برای همین دعایت را قبول نمیکند. پیغمبرها چی دعای آنها قبول نمیشد؟ حضرت موسی فرعون را دعای بد کردند، گفتند که پروردگار پول و مالاشو بگیر و اینو به بلای گرفتار کن، جانش نگیر تا مادامی که یعنی ایمان نبیارد تا مادامی که به عذاب علم آور گرفتار نشد. حتی گفتن یعنی که خلاصه از دنیا کافر مراد گفتن، کاری کن که از دنیا کافر مراد، چون که اگر توبه کند اگر به جنت می‌دراید و این اصلا سزاوار نیست که راحت و جنت را ببیند. لیکن این دعاشون کی قبول شد؟ بعد 40 سال قبول شد. بعد 40 سال یعنی حضرت موسی گناه کرده بودن که الله تعالی 40 سال دعاشون قبول نکرد؟ نه، این الله تعالی حکیم است، هر یک کار رو در جای خودش میماند، حکمت دارد. حضرت ابراهیم علیه السلام 86 ساله شده فرزنددار شدن. حضرت زکریا علیه السلام پیر بودن، همسرشان الکی از وی تولد نمیشد.
بنابراین دعای پنهانی کردن در سوره مریم الله تعالی نقل کرد که اذ نادى نداء خفیا، ناگاه دعای پنهانی کرد، هیچ کس نشنود. پروردگار برای من یک میراث خورده، برای من فرزند بهفته دعا کردم. یا هم کس شنود خنده میکنه موی سفیدی 100 گذشتگی از الله تعالی چی پرسیده ایستاده است؟ الله تعالی برایشون حضرت یحیی را داد. یک بار نامش هم گذاشته داد، گفت که ما این خیلی یگان آدم رو در طول تاریخ نامش یحیی نام گذاشتگی نبوده. اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا، ما نامش یحیی گذاشتیم و از این پیشتر یگان کسی در دنیا نامش یحیی نبود، کسی را نام گذاشتگی نبوده. و این پیغمبری الله میشد. ببینید در ایام پیرانسالی اصلش سبب این دعاشون هم چی شد؟ وقتی که به نزد مریم در آمدن، مریم دخترچه حالی، مادری مریم نظر کرده بود که اگر این چیزی که کودکی که در شکمم است اگر تولد شد به مسجد نظر میکنم، در بیت المقدس همیشه خادمی مسجد میشد، از مسجد نبر آمده خدمت میکنه. بعد وقتی که دیدن که دختر شد، این پروردگار این دختر شد و دختر سزاواری در مسجد پر نشستن ندارد، او بیمار میشد، بیماری ماهانه میشد، باید مسجد نباشد. بنابراین میگن در روایت ها در تفسیرها مفسرها میبرن که در یک حجره مسجد عبادت میکرد مریم. حضرت زکریا که شوهری خاله اش میشدن، گاه به نزدش در آمده یگان طعام میدر آوردن. وقتی که در آمدن که در نزد مریم در تابستان میوه زمستانی ایستاده است، یا عکسش در زمستان میوه تابستانی در پیش است. ان لکی هذا، ای مریم. به نزد مریم فقط زکریا می در آمدن، دیگر کس نه. زکریا در آمده طعام می دادن و ای به عبادت مشغول بود، حالی تولد کردگی نبود حضرت عیسی را. ان لکی هذا در سوره آل عمران، این رزق برای تو از جانب کجا اومد؟ این میوه را کی آورد؟ قالت هی من عند الله، گفت که این از جانب الله است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله تعالی کسی را خواهد به حساب رزق میدهد. هنالک دعا زکریا، در همین جا بود که زکریا دعا کرد. زکریا پیرانسال بود، امرأتی عاقر، زنی من فرزند تولد نمیکنه، اون حیضش کنده شدگی است، دیگه عادتی ماهانه نمیده. عادتی ماهانه که کنده شد زنها دیگر از تولد کردن باز میستن. امرأتی عاقر، زنی من یک زنی هست که از فرزند تولد نمیشه، خودم من به یک جای رسیدم که دیگه پیر شدم. الله تعالی برایشون فرزند. وقتی که دیدن که مریم دعا میکنه، مریم پیغمبر نبودن لیکن پیغمبر از مریم عبرت گرفتن، دیدن که در نزدش میوه هایی که در فصل تابستان میوه های زمستان حضور دارد، ای کجا؟ گفتن از نزد الله تعالی. الله تعالی کسی را خواهد چخیل خواهد رزق میدهد و دعا کردن که الله تعالی برای من فرزند بهفته، برایشون الله تعالی فرزند. بنابراین ناامید نشوید، انشاءالله فرزند و ندهد اگر و یجعل من یشاء عقیما، الله تعالی کسی را خواهد عقیم میکند. عقیم یعنی بی فرزند. الله تعالی یهب لمن یشاء اناثا، در قرآن کریم که به کسی خواهد دختر میده و بعضی آدما فقط دختر میده، اونو از پسر فقط امیدشون در پسر است. الله تعالی برای اونو فقط دختر میده. و یهب لمن یشاء الذکور، به کسی خواهد الله تعالی فقط پسر میده، دختر ندارد بیچاره، فقط دختر طلب است. و او یزوجهم ذکرانا و اناثا، بعضی آدم ها رو هم پسر و هم دختر میده. و یجعل من یشاء عقیما، کسی را خواهد الله تعالی بی فرزند میکنه. اگر رفت و کسی را الله تعالی بی فرزند کند، همین برای وی خیر است، راضی شدن به خواست الله تعالی. چون که اگر یک آدم فرزنددار شود و فرزندش در دنیا برای او دوزخ شود، او حضرت سعدی هم در گلستان یک آدم را ذکر میکنند، شب و روز تهجد خوانده از الله تعالی پسر میپرسیده است و اون پسر الله تعالی میتید. پسر
امروز دزدی کرده میبیاد به مردم سرش دادگویی کرده میگن که بچه دزد است تو چه خیلی فرزند تربیه کردی. فردا میبینن که بچه ما رو زد. هر روز مردم به شکایت میون. بعد میگن که این خدای من تو چی پرسیدم. بنابراین اگر به قرآن نظر کنیم پیغمبرها رب هب لی من الصالحین، پروردگار رو برای من فرزندان صالح ته گفتن. فرزنده پسرده نگفتن، یعنی قید صالحش است. بنابراین انشالله میدهند، ولی الله تعالی حکیم است، گاه دیر گاه بر وقت فرزند میدهد و امتحان میکند و اگر ندهدم المهم که در این دنیا بنده مسلمان زندگی کند. چون که بسیار آدم ها وقتی که پرسیده شدن که وقتی از دنیا وفات میکنین از چی خواطر هستی، گفتن از فرزندان. آدم های نیک از فرزنداش خواطر است که اینا در کدام دین الله تعالی رو عبادت میکنن. ببینید حضرت یعقوب علیه السلام در وقت جان سپاریشان فرزنداشون در وقت کندن جان گفتن که کی رو عبادت میکنید بعد من؟ اونها گفتن که ما عبادت میکنیم پروردگار تو را و پروردگار ابراهیم و اسماعیل را، اسحاق را، یعنی پروردگاری پدرهای تو را، الله را، یعنی خاطری جمع کردن. بنابراین فرزند هم همه وقت نعمت نیست. اگر فرزند صالح باشد نعمت است، ولی درست است فرزند صالح باید بپرسیم. لیکن رفتو اگر الله تعالی ندهد، بر عوض این دعایی که کردید الله تعالی روز قیامت برای شما اجر عظیم و مکافات بی نهایت بزرگ عطا میکند. یعنی دعاهای شما به نتیجه و به قبول نمیماند. دعای شما حتما قبول میشد و حتما نتیجه دارد. بله، الله تعالی برای شما و برای جمله اونایی که فرزند طلب هستند فرزندان صالح عطا بنماید. آمین یا رب العالمین.